سیکرتی پمپشته تانکرشته او رفته تو اینو یک لگم نشده سهزار گفتم بابا همین تانکر عوض کنی زنگ زد آخه سال 12 همین چسب میزنیم ما همین تا سختی میکنن که نمایه میفهمم که این تانکر کار وفتاده باشه بریم یک چسب بخرم که حداقل چسب کنم سیکرتی چه زد او رفته از تانکر شو نه کو باسکیل به کجا شد نانه باسکیل به کجا شد بیلا حالا شکی بیشتره همین یک دقیقه بیاین همین در سرام وا بودک نایدی باسکیل مکی از سرا بیری کده در سرا شما ها بود همین بچه کاکا شما باسکیل به دست بجش برمی که موتور همون بچه کاکا موتور بچه کاکا و نورالله اون موتور کلی پخ خندش بجش برمی تو بدیدی باسکیل از سرا در بیری سرا وا بود باسکیل بیری کبره ویلا خیر بینی از برگ دامن کشان رفتم اینا میروان از من آزرده دل کی دیگر بینی نشان رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر ای جانانه بگذر هرچی بودم بی خبر رفتم که رفتم شام بزمی دیگران شد جام دستی نوان شد هرچی بودی بودم بیخبر رفتم بعد از این فراموشم که دیگر نمی نوشم ز دستت با دل صد پاره من اینجور خیلیاته لاغ سر تو نبینم اشتنی به من پولی که تن بیاوردی دیگه در سرا شما وا بوده ها چرتاق وا بود در سرا خواه نگذاره میگم جایده گیلک تو کار نکن نه هر روز که میگن نه دو خود سر بده خواهی تو گپ میزنه کجای پیرتو؟ پیرتو کجای؟ هیچی پیرک من گیری خود برمی دارن دیگه میرم صبح نورالله از صبح به سرا نماده نورالله یعنی نماده نورالله پیار ماخت کلا خود بزد به زمین من دی خود بزد به زمین گپا نمیگم از این گپا که گپا بالا معتاد او کی میآید معتاد میگم نماده به سر تاله سلام از صبح نماده گیلا چی میخوری؟ امی امروز صبح من گره کنجاله بال باشی که دل تو هوا کن سکو سر بود خواهی تو گپ میزنم امی امروز صبح من پشت بوم ام تانکر مغول بشته رو تیار میکنم بگو خوب حالا تو پیشینه خب پیشینه من صبح برمیگم گیلک چرا تو باید گپ انا درس را ما وا بوده نورالله همیت بی آمده دیده که درس را ما وایه هم باسکله که بدیده بدی همیت قدر که دیگه اتاس را وردشته و برفته انا گفت مگه با خونه آمده باسکل اگه با بدیده دستی ما بگو باسکل تو بیامده اتاس را شما وردشته بیا ورده به خونه ما شاید بیا ورده باشه آخه تو خبر نداری تو که خبر داری که پیرمو گفتک
خیر عجیبونی خود نولیلا نبینی دیگه به سلام نیایی تو معتاد شدی برو بم تا کوها و دشتا و زمین ها خراباکناش خیلی ها همین امروز صبح نماده میگم ما امروز دارم میگم اصلا 10 شو میشیم دیگه نولیلا گیلا و تو پولم میدم راست خوب بگو آخی باسکل ما به چند استونده بودم گیلا دم من ندیدم عباس تو اصلا همین دیگه دوری که پول به من بدی و ندی دلک بدی نه ندی پول من ندیدم اگه ببینم میگم همون باسکل ها که من سر آمدش ما به کجا برازی با پناه اگه بره بفروشه به 3,000 روپیه باسکل ها بخریدم بره من جبراش 500 روپیه باسکل میده ای مرد ما فاریاب بند دل شما بخوره و تو چرا مثل نولی کتری محیط چیشا تویت پرش شد و به خاطر باسکل نگیلا و باسکل و مکتب میرفتم به بازار میرفتم باسکل اکبر باشونده من با گریه شدم به سرا خب تو چی کردیشی که با بالا بوم میرفتی پشت بوم چی نیست خود تو کار ما خراب شده من برو درس را وامونده مثل درس شما و درس رو ما بیاقلی و درس رو ما کردم رفتم میکوچه تو که بیاقلی نی تو که مال از ما بیاقلی نی همین رو تو مال از ما بیاقلی دیلک اصلا خود میفهمی چی میگی نه با گپا خود خونه میفهمی با من گپ نزن ما بیانه کمی گپ از تو بپرسم که از تو به سرا بیام خبر کن دیلک جو که چی میگم خوب دیلک بالا با پیاز باید تو کار کنیم دین ما دشت بلدی دادی بسادی دیلک این بیستی بگیر و خرج کن خرج کنم ها آفرین خوبه این با خرج کن بفهمیدی اگه یک دم نورالله به سرا آماده یا به تک چه دیدی اگر او بازار بیرشید اگر تا بازار دیدی آخ کرده او تو مستقیم آخ کرده گوش کش که تو چی میگم یا همین تزویدی بیا به در سراما یا باسکل از او بستو بیاره باسکل اگر بیاره یک بیستی دیگه هم به تو میدم ها همون رو بگرد به سهرا مگر برو به سهرا بگرد برو یک بیستی دیگه هم کسی بگو خب اگر بگی میرم کسی آقا اینم تا سهرا میته بخوره برو اگر باسکل بیاد یک بیستی دیگه هم به تو میدم من میته میره که تا کچل بفال پیدا کنم خوبه خوبه نیللا نیللا کجا رفته باشه بیستی دیگه هم عباس که به تو میدم آخی امین آقا قایم شد 100% می آید نیلیلا باب سارا نیلیلا ندیدی برار من ای به کدو لعد رفته باشه ویلا نیلیلا چه کاره گیلک با قیقداد میکشی با نورالله جق میکنی ها چی؟ ها لفه چه کاره نیلیلا برار من ندیدی آره همون برار معتاد بیچاره خود تو چی می میفهمی چه کار اون کرده؟ اثرها و خونه و دین زندگی که به در کردیم انو را دیدی یالا نمیدی میفهمی رنگا کازه به گوش میفهمی چه کار کرده؟ برفته به تاثیر عباس اینا خوب خوب بچه متاثر ها رفته به خیال متاثر عباس عیاد مبرکه گفته انا برفته چیز کرده باسکل بجونده ها عباس که ما با واله پشت بوم بیدم در سرا ما وا بیده بیامده باسکل مر بجونده برفته خوب انا حالا به من بیستی بداد گفته که اگه بیستی دیگه هم انا اگه پیدا کنی بیستی دیگه هم به تو میدم تو دیگه میبینی گردن اما بند اگه دیگه نیتون نورالله ببینی همون باسکل ببینی چشم تو به چشم ادو باسکل دیگه نمیفته خودی ادو باسکل خود فیزیکو اون ال کرده بفروخته برفته برای کار خواه او باسکل نگاه میدیشته که تو بیایی تا سهرا غیخ کشی نورالله باسکل پس بیاره بده برای تو به خاک کو از عباس میده برو کاکا اگه بدیدی بگو بسته که آبی خیم بس داده خوبه نیلیلا نه برو صدا کن سکو ایچو بگو گلک برار تو برات میگوشته که خلیته پر از گوشت لند بوده گفته که نولولار پیدا کنن که گوشتا لند بودن برای که با شوا به تا خراب کنه و خوب بار کنه خوبه تو اگه لگازه خود خواره خب کله کنده تو به گرش خب بگی میتر تو میگی برو بگی نیلیلا بیا گوشتا لند ببرگو نیلیلا نیلیلا
بابا برای کی جیغ میکنی؟ بابا میفهم چه کاره؟ چگاره؟ بچه شما نیلالله خب برات بچه برای شما عباس بیامد به سرا خب گفت از کجا نیلالله؟ گفتم ما چون گفت بالا صبح بالا بم بدون پشت بم خب سرا خانه انا نیلالله بچه ها مردم کی بده بیامده بدیده خب مرتککا بچه ها مردم بیامده بدیده نه که نیلالله باسکل اتا سرا وردشته خب باسکل ما ببرده خب گفت اگر با تو پیدا بکنه با تو یک پنجی هم میدم دایی همون خط یک ساقیق میکشه نورالله. ها انا بابا انا نیلالله ایتا کاری کرده چرا عباس در سر خو و مقلشتم؟ ها؟ چه در سر خو مقلشتم؟ نمیفهم که همیت چیزیه. ما گفتم پیال او بچه منه. او آخ کردو خبر نداری؟ با چی قیق میکشی به رادیو؟ عباس بیستی گفت اگه میدم تو. چرا عباس پیدا کردن نمیشه که تو به رادیو میدوی؟ گفت ما بلفتم بازم تو جوانی ما قم شکما شما بخوری قم زمستونه بخورو. بابا گلی چی کنی اینا را کجا دی؟ این همی همسایه داد که برای آتش کنم. گریب خونه؟ و این چرا بستینی؟ تو دیگه قیق کش برای جارچین شو که های نورالله او میایه و پیش میایه. اگه بابا بیام بستونم مشکل از او. او طالب چیزی هم کار به پیش خونگامی داره. او آخه و به زندگی اصلا به چند نمیگم میفهم یا نه؟ مرچی تو به چی منی؟ ها با اون شاید کمک خور ریشیار کنی. کجا بگردم؟ راست میگه پیال من از کجا بگردم پیدا کنم؟ نیلالله هنولا فقط بون کنم میگم هیچ دستور پیدا کرده نکنه سلامت بکن خانه که معلوم نمیشه من برو بونی خورم همینجا بقلشتم برو بردارم تحصیل باز رو بوله من شک نکنم خب تحصیل کمر ندید به میشون طرف نه ندید تو همینجا باش و باز منطقه خلوت چه میام طور میبرم بله عباس هیچ همی زردکای به تو دخل چی؟ باسکل تو نورالله برده اشته بده که باسکل نورالله می برده خود تو به کجا بودی؟ خب در سرا رو بخدیشتی باسکل نورالله بدش بیامد ببر کی بدیده به دسته او؟ همسایا بخیش برو به پیش کاکا هم بده
بعد که یا خودی پیدا که یا کاکا من بگو باسکل کاکا ببرده گید عباس چه نورالله. زود باش کور میبره بابا با نخل یک بیشی شلغم میفروشه. بری زود شو که در روز نمیشور به 4000 روپیه بخریدم به تو. زودی برو اماله. خدا تو بچه کاکار بروی یک قبی به خود در کنه تریش کنه که دست تو نه قوم دوست داره نه خیش دوست داره نه حق و نه هم همسایه. یا آخر عاقبت ما خودی از این دیگه چه کار میشه.